سلام رفیق. امروز میخوایم بپردازیم به یه موضوع خاص، یه موضوعی که روزانه خیلی باش سر و کار داره، ولی خب کمتر توجهی به داستان پشتش میکنیم. امروز میخوام تاریخچه اکستنشن موج رو برات تعریف کنم. نه فقط این که از کجا اومده، بلکه چجوری تبدیل شده به یه هنر و یه تخصص و یه راهی که آدما میتونن خودشونو زیباتر و با اعتماد به نفس تر ببینن. اگه مثل من عاشق جزئیات زیبایی هستی، حتما این ویدیو رو دنبال کن. بزن بریم یه سفر کوچولو. در مصر باستان موژه‌ها فقط برای زیبایی نبوده. از سرمه برای محافظت از چشمشون و انرژی معنوی هم استفاده میکردن. در روم باستان موژه‌های کوتاه نشونه پیری بوده و موژه‌های بلند نشونه جوانی و پاکدامنی. جالبه نه؟ در سال 1899 اولین تلاش ها برای دوخت موی طبیعی به پلک آغاز شد. دردناک و غیر طبیعی که در سال 1911 آنا تیلور موژه‌های چسبدار نواری را اختراع کرد و بعد از اون هالیوود وارد بازی شد و اونو به نماد ستاره ها معروف کرد. اوایل دهه 2000 کره جنوبی و ژاپن تکنیک هایی مثل کلاسیک و والیوم معرفی کردند که خیلی سریع به آمریکا و اروپا رسید. الان ما چند مدل دیگر رو داریم مثل هیبریدی، اسپایک، مگا والیوم و لیفت و لمینه که هر کدوم برای سبک خاصی طراحی شده. هر بار که موجه میچسبونم دارم به یه نفر کمک میکنم تا خودشو اونجوری ببینه که همیشه دوست داشته. البته با چشمای زیادی هم کار کردم، ولی چیزی که اون لحظه برام مهمه لحظه یه لبخند مشتریمه. اونجا که آینه رو میگیره و خودشو نگاه میکنه و یه لبخند ملیحی میزنه. اون لحظه برام عشقه. اونجا که فقط موجه نیست، یه حسه، یه اعتماد به نفس، یه امضای شخصی و من افتخار میکنم که توی این مسیر همراه شما و بقیه افراد باشم. خب عزیزای دل، خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید و امیدوارم که این سفر کوچیک به تاریخچه اکستنشن موجه براتون هم جالب بوده باشه، هم الهام بخش. اگر هم دوست داشتی که درباره تکنیک ها و حرفه موجه کاری بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم، حتما این پایین برام بنویس. اگرم که این ویدیو برات مفید بوده، لایک ها بزن، سابم بکن، اون زنگوله بالا رو فعال کن تا اولین نفری باشی که ویدیو بعدی رو میبینی. تا ویدیو بعدی با عشق و آرامش. مراقب خودتون باشتن.